سلام دوستان، امروز می خواهیم درباره شارژ بسیم صحبت کنیم. آیا این تکنولوژی واقعا کاربردی است یا فقط یک ترفند تبلیغاتی؟ در این ویدیو مزایا، معایب، سرعت شارژ و نکات مهمی که باید قبل از خرید بدانید را بررسی می‌کنیم. پس اگر به تکنولوژی علاقه دارید حتما این ویدیو را تا آخر ببینید و کانال را سابسکرایب کنید. شارژ بسیم از القای مغناطیسی استفاده می کند. یک میدان مغناطیسی بین پایه شارژ و گوشه ایجاد می شود و انرژی از طریق این میدان منتقل می شود. شرط مهم: گوشی شما باید استاندارد KI پشتیبانی کند، در غیر این صورت شارژ بسیم روی آن کار نخواهد کرد. مزایای شارژ بسیم: راحتی و بدون کابل. دیگر نیاز به کابل های دست و پاگیر ندارید. طول عمر بیشتر پورت شارژ: چون دائم کابل را وصل و جدا نمی کنید، پورت شارژ کمتر خراب می شود. مدرن و زیبا: میز کار شما مرتب‌تر و حرفه‌ای‌تر به نظر می رسد. معایب شارژ بسیم: سرعت کمتر نسبت به شارژ سیمی. شارژ بسیم معمولاً 2 تا 3 برابر کندتر از شارژ سیمی است. داغ شدن گوشی: بعضی از شارژهای بسیم باعث گرم شدن بیش از حد گوشی می شوند. عدم امکان استفاده هنگام شارژ: برخلاف کابل که می توان گوشی را در حین شارژ استفاده کرد، در شارژ بسیم باید گوشی روی پایه بماند. آیا شارژ بسیم به باتری آسیب میزند؟ حقیقت این است که اگر از یک شارژ بسیم استاندارد مثل سامسونگ، انکر یا اپل استفاده کنید، آسیبی به باتری نمیرساند. اما اگر از مدل های ارزان و بکیفیت استفاده کنید، دمای بالایی میتواند عمر باتری را کاهش دهد. آیا خرید شارژ بسیم ارزش دارد؟ اگر به دنبال راحتی و طراحی مدرن هستید، شارژ بسیم گزینه خوبی است. اما اگر سرعت شارژ و استفاده هنگام شارژ برای شما مهم است، شاید هنوز شارژ سیمی گزینه بهتری باشد. نظر شما چیست؟ آیا تا به حال از شارژ بسیم استفاده کردید؟ تجربه خودتان را در کامنت ها بنویسید. اگر این ویدیو برایتان مفید بوده، لایک کنید، کامنت بگذارید و برای دیدن بررسی های بیشتر کانال را سابسکرایب کنید. دکمه زنگوله را هم بزنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید.